سرخط خبرهای مهم: درگیری با تلفات در مرز افغانستان و تاجیکستان، زن و زنی مهاجران و آغاز رید گسترده در مسکو و غلبه یک هنرمند تاجیک در آزمون بین المللی. روزتان بخیر باشد بیننده های عزیز، امیدوارم خوبید. شما برنامه نویدی بامدادی رو تماشا دارید که از استودیوی مرکزی شهر دوشنبه برایتان تقدیم می گردد. امروز دوشنبه 27 اکتبر. روزنامه 8 صبح کابل از درگیری بین نیروهای طالبان و مرزبانان تاجیکستان در ناحیه شهر بزرگ ولایت بدخشان افغانستان هم مرزبان ناحیه شمس‌الدین شاهین تاجیکستان خبر داده است. و نوشته رسانه مناقشه 25 اکتبر بر سر تغییر مجرای رود اومو به علت زرشویی رخ داده است و در آن چند نفر کشته شدند. مقامات تاجیکستان و حکومت طالبان در این باره چیزی نگفتند. آخر ماه آگوست امسال نیز بین مرزبانان تاجیک و نیروهای طالبان در همین قطعه مرز تیراندازی صورت گرفته بود. درگیری نو در حال روی داده است که یک هیئت طالبان در دوشنبه قرار داشت. وزارت کارهای داخلی روسیه میگوید شهروندان خارجی که در زنوزنی روز 25 اکتبر شرکت داشتند بدون حق ورود دوباره به کشور اخراج کرده می شوند. هرچند این نهاد واقعه را زد و خورد بین دو گروه مهاجران نامیده است، برخی از کاربران شبکه‌های اجتماعی آن را واکنش مهاجران بر رفتار خشونت‌آمیز پاترول یا گشتی‌های سازمان روسکای افشین نامیدند. در پی این حادثه بیش از 80 نفر به شعبه‌های پلیس برده شدند و 19 نفر آنها به دست داشتن در ماجرا گناهکار دانسته شدند. این حادثه در نزدیکی مجمع استقامتی پروکشنو در ناحیه کمونارکا رخ داده است. معلوم نیست این مهاجران از کدام کشورند. در همین حال چند مهاجر تاجیک زیر این نوارها خبر دادند که در پی این حادثه در شهر مسکو ریدهای گسترده آغاز شدند. در نوارهایی که در شبکه‌های اجتماعی راه یافتند دیده می شود که جانب‌ها از بیل و چوب استفاده بردند. در پی این حادثه چند نقلیات توقف داشته آسیب دیدند. مقامات حفظ حقوق گفتند که اشتراکچیان مناقشه را که فرار کردند جستجو دارند. مقامات کارهای داخلی در شهر دوشنبه در اساس مراجعت شهروندان یک مرد را با اتهام جنایت‌های اخلاقی دستگیر کردند. با گزارش رئیست وزارت کارهای داخلی عبدالله اعظم‌زاده گمانبر 35 ساله ساکن ناحیه رودکی با راه فریب جوان دختران زیاد را به خود مایل ساخته با استفاده از رسم‌های محرمانه جوان دختران را ارعاب یا شانتاژ کرده برای انجام عمل‌های شهوانی مجبور می‌کرده است. کارمندان مقامات اسناد سرشمار را از تلفن موبیل او همچون دلیل مصادره کردند. از نفرانی که از کردارهای گمانبر شده جبر دیدند خواسته شده است که به مقامات مراجعت نمایند. تیمور ادریسوف یک فعال اکولوژی میگوید تنها ساختن راه‌های دو قبطه و 3 طبقه و به تنظیم درآوردن چراغک‌ها و پیاده‌گذرها کافی نیست که مسئله تنبشوی راه‌ها در دوشنبه حل شود. به عقیده او باید در شهر و شهرک‌های دیگر شرایط فراهم آورد تا اینکه اهالی مجبور نباشد که به پایتخت کوچند و باعث بیشتر تنبشوی راه‌ها گردد. زرانگیز نوروز شاه موضوع را ادامه می‌دهد. همه روزه از نبودن برق من عذاب میکشیدم. همین سبب شد که من دوباره همون نقطه فروش تستر ما محکم کنم و دوباره به شهر برگردم. امید جون بعد از ختم دانشگاه در دوشنبه به زادگاهش ولایت ختلام برگشته بود و میخواست آنجا زندگی کند و تجارت خرد باز کرده بود، ولی تنها 2 سال توانست که در زادگاهش بماند. به گفته‌اش نبود کاری موافق، درآمد مناسب و امکانات دیگر اجتماعی او را وادار کردند که با خانواده‌اش به دوشنبه بکوچد. حالا اجاره نشین است اما در تلاش خریدن خانه. یعنی در شهر موندن و در شهر زندگی کردن، یعنی به خاطر آینده فرزندان و به خاطر بهتر و بودن شرایط امکانیت‌ها در شهر. برای من هم همین سبب بود که مثلا در ناحیه یا که در دیوت مثلا امکانیت‌ها کم هم برای کار و فعالیت. امید جان گفت افراد زیادی دیگری را می‌داند که سالهای اخیر از زادگاه وی به پایتخت کوچیدند. در 10 روز اخیر 2 منصبدار تاجیکستان از شدت گرفتن تنبشوی نقلیات در کوچه‌های دوشنبه نگرانی کردند. یکی از مشکلات اساسی که حل تأخیرناپذیر را تقاضا می‌کند تنبشوی واسطه‌های نقلیات در پایتخت میباشد که با بعضی عاقبت‌های منفی از قبیل زیاد طول کشیدن وقت سفر و به کار دیر ماندن و عصبانیت رانندگان و مسافران سبب می‌شود. در جلسه وزارت سبب اساسی تنبشوی را
در افزایش اهالی و نقلیات ارزیابی کردند. رحمدین سلامزاده معاون رئیس شهر دوشنبه در یک مقاله مفصل که نیز 17 اکتبر در شبکه‌های اجتماعی نشر شد، سبب‌های سرزدن تنبشوی، تحلیل و راه‌های حل آن را پیشنهاد کرده است. کم کردن نقلیات شخصی، به تنظیم درآوردن چراغک‌ها و پیاده‌گذرها، گرانتر کردن توقفگاه‌های پولکی، بهسازی کار نقلیات جمعیتی و غیره از راه حل‌های سلامزاده هستند. این دو منصبدار نگفتند که یکی از سبب‌های افزایش اهالی در پایتخت و تنبشوی راه‌ها کوچیدن یا جمع‌شوی اهالی در دوشنبه است. بنا به آمار رسمی اهالی دائمی دوشنبه 1.2 میلیون است. بانک آسیایی رشد در گزارش سال 2024 اطلاع داده بود که حدود 500,000 کسی دیگر در دوشنبه به ثبت نام یا پراپیسکا زندگی میکنند. به این ترتیب اهالی دائمی دوشنبه به 1.7 میلیون میرسد. Переезд в города сейчас наблюдается практически. ба шаҳрҳо кӯчидан дар ҳамаи дунё дида мешавад. шаҳрҳо калон, деҳаҳо холӣ мешаванд. аҳолии шаҳрҳо дар саросари дунё меафзояд. ин албатта ба омилҳои зиёде рабт дорад. аз ҷумла набуди сармоягузорӣ ба инфрасохторҳо дар деҳот ва шаҳракҳо, мушкили буҷа, мушкили захираҳо, мушкилии набудани ҷойи кор, низоми тандурустӣ, маориф ва ғайра. албатта агар мо он ҷо шароит фароҳам оварем, одамон камтар он ҷоҳоро тарк мекунанд. نه تنها به شهرهای بزرگ بلکه به کشورهای دیگر هم به مهاجرت نمیروند و این باعث می شود که به شهرها نآیند، ماشین شخصی نخرند و در نتیجه تعداد ماشین‌ها کم شود و تنبشوی صورت نگیرد. شیرالی دولتوف بلوگر و فعال شبکه‌های اجتماعی نیز هوس در دوشنبه خانه خریدن را دارد، اما نه نیتی کوچیدن را و دیه را به پایتخت ترجیح می‌دهد. برای که این حال ما در محیط کار شرایطی که در همون دهه‌ای که جای خودمون زندگی میکنیم همش مثال و هست چیزی که ما در کارم و همین دوشنبه هم که هر وقتی که میام همین پرابلم پروکای راه و 1001 آواز و صدا اونجا ما در آرامتر محیطی سازگارتر یعنی عین حال برای ایجادی هم برای ساختن کانتنت هم و در فکر ایجاد آمدن ندارم، لیکن در فکر خانه خری هستیم و اینم به خاطر که هر باری که اومدیم دوشنبه در خانه خود زندگی کردم. بلوگنویس تاجیک ستار ستاروف در سامانه رادیوی آزادی پیشنهاد کرده بود که حرکت قطارهای راه آهن از دوشنبه به حصار و نواحی ختلان بیشتر شود و هوسمندی شهروندان به استفاده آنها و نقلیات جمعیتی به جای استفاده ماشین‌های شخصی زیادتر تشویق گردد. با باوری بلوگنویس آنگاه هم تنبشوی و عصبانیت و هم تصادف‌های مرگ‌آور در راه‌ها کمتر خواهند شد. همه چیزی که میخواهند و میخواهید در اینجا هست. تازه ترین اخبار، گزارش های ویدیویی، شرح حادثه و تحقیقات ژورنالیستی. زمینه رادیو آزادی را نصب کنید و همه این را با انگشت زدن به تلفن هوشمند خود به دست بیارید. هیجان همراهخوانوف یک کخانه تئاتر اپرا و بالتی به نام صدرالدین عینی در یک آزمون بین‌المللی وکلی برای اجرا کنندگان رمانس‌های روسی با نام رمانسیاد یوسی مرکزی جوی اول را به دست آورده است. در این باره در صفحه فیسبوکی تئاتر اپرا و بالت خبر داده شده است. به اطلاع منبع آزمون در پایتخت قرقیزستان برگزار شده، در مجموع 120 نفر اشتراکچی از تمام آسیای مرکزی شرکت کردند. هنرمند تاجیک توانست با اجرای صمیمی، آوازی پرقوت و صنعت پرجوش و خورش خود تماشابینان را مفتون کند. خبر می‌دهد تئاتر. شب 25 اکتبر در پی حمله هوایی ارتش روسیه به پایتخت اوکراین شهر کیف 3 نفر کشته و 29 کس زخمی شده است. در این باره ایگور کلیمنکا وزیر کارهای داخلی اوکراین خبر داد. با گفته او یکی از قربانیان دختر 19 ساله و دومی مادر 46 ساله او میباشد. شخصیت فرد سیوم معلوم نشده است. مقامات اوکراین گفتند پاره‌های پهپاد به یک منزل بلند آشیانه در ناحیه دیسنیانسکی کیف برخورد و باعث مرگ این 3 نفر شد. ویتالی کلیچکو شهردار کیف گفته است در پی افتیدن پاره‌های پهپاد به یک آشیانه چند خانه خراب شد. 5 نفر را از زیر خرابه‌ها نجات دادند. نیروهای هوایی اوکراین خبر داد که شب 25 و 26 اکتبر نیروهای روسیه به سوی شهرهای اوکراین 101 درون یا هواپیمای بی‌سرنشین پرتاب کردند که 90 عدد آن راهگیری و نابود کرده شده است. چون همیشه در بخش یک روز تاریخ از مهمترین تحولات تاریخی برای امروز 27 اکتبر خبر می‌دهیم.
27 октябр سال 1932 بر اساس قرار بیوروی کمیته ولایتی حزب کمونیست در ولایت مختار کوهستان بدخشان 4 ناحیه اشکاشی، مرغاب، روشن و شوغنان تأسیس شده بخشی از هیئت این ولایت حسابیده شدند. به ولایت مختار کوهستان بدخشان که با افغانستان هم مرز است، امروز به علاوه این 4 ناحیه اینچنین شهر خوروغ و ناحیه‌های ونج و درواز و رشتقلعه نیز داخلند. 27 اکتبر سال 2012 مراسم افتتاحی نقب شهرستان برگزار شد که گذرگاه مهمی کوتاه‌تری در پیوند کردن جنوب و شمال تاجیکستان گردید. این نقب بیش از 5 کیلومتر درازی دارد و با 430 میلیون سامانی ارز چین بنیاد شده است. برقرار کردن راه‌های ارتباطی در داخل تاجیکستان و بیرون شدن کشور از بنبست کمیونیکاسیونی یکی از هدف‌های استراتژی حکومت تاجیکستان در سال‌های استقلالیت میباشد. 27 اکتبر سال 2015 جشن 3000 سالگی حصار تجلیل شد که یکی از منطقه‌های مهم تاجیکستان در مرز با ازبکستان به شمار می‌رود. یکی از یادگاری‌های قدیمی تاریخی و فرهنگی آن قلعه حصار یا حصار شادمان است. این مکان که در دوره امارت بخارا یکی از بیکیگری‌های بخارای شرقی به شمار می‌رفت، دوام 6 ماه مکان زیست آخرین امیر سلوله منقطیه امیر علیم خان پیش از به افغانستان گذشتن او بود. آسایشگاه شاهنبری و ممنوعگاه تاریخی و مدنی حصار نیز از مکان‌های طبابتی و فراغتی این ناحیه حصار به شمار می‌روند. بانک ملی صبح امروز 1000 روبل روسی را با 115 سامانی، 100 یورو به 1081 سامانی و 100 دلار و 931 سامانی مقرر کرده است. بینندگان عزیز، شما نویدی بامدادی رو تماشا کردید. اگر نظر و پیشنهادی دارید برایمون نویسید. تا فردا در همین وقت و ساعت خیر.